رئیس ولایت خطلان دولتعلی سعید ضمن سفر کاری به ناحیه قبادیان در جماعت دیهاتی به نام اوتاقر نظروف نخست از جریان آماده کردن مسائل ساختمانی آمیخته سیاه برای منفرش کردن راهها بازدید به عمل آورده این اقدام مقامات محل و ساکنان دیهات را صمیمانه پذیرایی کرد و بهر بیشتر آماده کردن آمیخته سیاه و منفرش کردن راههای دیهات دستور مسجدهای سودمند داد. ما اقدام گرفتیم و زیاده 2 کیلومتر راه بین دیهات منفرش کرده میشد تا ما آقای 25 ساله جمهوری آقای منفرش کنید در حدود جماعت 25 کیلومتر منفرش کرده شد. این ما اقدام مردم شهرمند سویپورا شد اهالی اقدام کرده اقدام ادامه میدهد. باعث ذکر است که صاحبکاران با ننگ و ناموس دیار از تشبث اقدام‌های سازنده پرزیدنت محبوب خلق محترم امام علی رحمان در سمت آبادانی مملکت جانبداری سیاست بنیادکارانه حکومت جمهوری تاجیکستان به مانند صاحبکار قبادیانی فرهاد زیایف دستگیری کامل می‌نمایند. این صاحبکاری موفق در نزد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 11 جماعت دیهاتی اوتاقر نظروف بنای 2 آشیانه تعلیمی مکتب را چند ماه پیش به استفاده داده امروز بنای 3 آشیانه کودکستان خصوصی برای 150 کودک را بنیاد کرده ایستادند. رنگ و بار سفالک پوشانی نیز ماه‌های نزدیک انجام یافته یک مؤسسه تعلیمی تا مکتبی معاصر بنیاد خواهد شد که این اقدام صاحبکاری وطندار را رئیس ولایت نمونه عالی انسان دوستی و وطنداری ارزیابی داشت. در حدود جماعت یاد بانم متخصصان آید 35 ساله سالت جمهوری تاجیکستان زیاده سیرده انشاءات مهم در جماعت به نقشه گرفته شد تا حاضر عریضه انشاء و ساخته و استفاده شد و علاقه قریب 90% تیار شده است. باغچه بچگانه از طرف صاحبکار جای فرهاد آماده شده است. جشن اصلاحات جمهوری تاجیکستان استفاده می شود. در سمت مدنیت استفاده بری زمین دهقانان ناحیه قبادیان افزودیت و برتری زیاد دارند. ضمن این سفر رئیس ولایت دولتعلی سعید از جریان بنیاد گرمخانه در این دیهات شناس شده از آمادگی سهامداران خواجگی دهقانی مختارخان با سمینار مشورت آموزشی عملی جمهوریوی کشاورزان که ماه اوگوست سال روان وابسته به نتیجه کشتی تکراری و دیگر مسائل مهم ساحه برگزار می‌گردد بازدید به عمل آوردند. اطلاع دادند که در این مشورت نتیجه حاصل 7 نمود زراعت از حساب کشتی تکراری پیشنهاد اشتراکچیان گردانیده می شود. در این ملاقات رئیس ولایت ثمراناک عاقلانه استفاده بردن زمین و در سطح بلند برگزار کردن مشورت جمهوریوی کشاورزان را محض تاکید داشت. سپس در تالار مقامات اجرای حاکمیت دولتی ناحیه قبادیان روز قبول سیار شهروندان گذرانیده شد. شهروندان بیشتر بهر عملی گردانی اقدام‌های نجیب بنیادکارانه شان درخواست نمودند. از نام ساکنان دهه باشقلعه 2 که کودکانشان 3-4 کیلومتر دور مکتب می‌روند اوید به دسترس نمودن قطعه زمین و حجت گذاری ها برای بنیاد مکتب با قوه خلق پیشنهاد کردند که این اقدام با دستگیری رئیس ولایت حل مثبت خود را پیدا میکند زیرا مسئولین در این سمت موظف گردیدند. درخواست مادر از جماعت دیهات اشمورات نیازوف اوید به تامین کردن نبیره معیوبش با عروبچه معیوبی در جایش حل مثبت خود را پیدا کرد. ساکنی جماعت دیهاتی تخت سنگین برای بنیاد کودکستانی زمانوی با قوه مردم برای دسترسی با زمین به حجت گذاری مسئله گذاری نمود. این اقدام عملی شونده است و دستگیری خواهیم نمود تاکید داشت رئیس ولایت دولتعلی سعید زیرا این اقدام از هدایت‌های پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان سرچشمه گرفته است. ساکنان جماعت دیهاتی 20 سالگی استقلالیت برای جدا کردن قطعه زمین آرامگاه و دیهات زرکمر باشد برای وصل و نصب کردن تجهیزات و دستگاه معاصر قبول موجهای تلفنی مراجعت کردند. مسئولین موظف گردیدند که این مشکلات در مهلت‌های کوتاه حل مثبت خود را پیدا کنند. ساکنان ناحیه قبادیان و دیگر درخواست و سوالات خود جواب‌های قناعت بخش گرفتند. رئیس ولایت خطلان دولتعلی سعید برآمد کرده
این همه درخواست خواهش ساکنان ناحیه قبادیان را اقدامی نک و دستگیری از سیاست سازنده و بنیادکارانه حکومت جمهوری تاجیکستان ارزیابی داشت. منفرشکنی راهها، بنیاد مکتب و کودکستان و ورزشگاه و بنگاه طبی مگر اقدام‌های جوانمردانه خلق نیست؟ در این ردیف رئیس ولایت دقت اشتراکچیان و فعالان ناحیه قبادیان را به تامین اجرای دورنمای کشتی هم بهاری و هم تیرمایی، پیشگیری گل و شانه‌پرت‌های پخته در حرارت گرمی بی‌سابقه، پیشگیری حادثه‌های سوختار، احتیاط نمودن حیات و سلامتی کودکان و موسفیدان در حرارت بلند گرما، پیشگیری افراطگرایی که در ناحیه جای دارد، جانب نمودن کارهای فرماندهی توسط گروه‌های کاری از طریق رادیو، تلویزیون، شبکه‌های اجتماعی، آبادانی شهرک و دهات، زیباپرستی جلب کرده در نزد مسئولین وظیفه‌ای مشخص گذاشت. سعیدزاده شیرعلی، فخرالدین کریم، نمازلی ارگشت، ناحیه قبادیان، اخبار.